سلام، وقت همگی بخیر. توی این آموزش میخوام برای کسایی که سیستم، لپتاپ و کامپیوتر ندارن بهشون یاد بدم با گوشی همراهشون، با یه گوشی اندرویدی مخصوص اندرویدی ها بتونن بوردهای آردوینو رو روشون کد بریزن. حالا امیدوارم اگر هیچ سیستمی ندارید که توانایی اینو داشته باشید که بشه داخلش این نرم افزار نصب کرد، مثل آردوینو، آلتوم دیزاینر، سایدورک و اینا. ایشالا یه مبلغی دستتون اومد بتونید سریعتر این لپتاپ این سیستم رو جور کنید که این موضوع حل بشه. ولی خب تا اون موقع فعلا بخوان یاد بگیرن این آموزش رو داشته باشن. من توی گوشیم اسکرین ریکورد روشن میکنم، حالا همزمان داره صدا هم ضبط میکنه. برای اینکه بتونید روی این بوردها کد بریزید باید دارید نرم افزار آردوینو دروید، این نرم افزار اینجا هستش رو نصب بکنید. توی همین اینترنت بزنید آردوینو دروید، توی گوگل بزنید واسهتون میاره این موضوع رو. قبلش دکمه نصب اینجاست. من نصب کردم، اجرا رو بزنم نرم افزار برای من باز میشه. حالا یک سری شرایط رو که ما قبول بکنیم، یا قبول میکنیم، آلا رو میزنیم و تمام. این قصه واسه ما اومد. حالا قبلش شاید یه سری مراحل باشه باید بریزونید، میگذرونید و میاد، چیز سختی نیست. من میخوام روی این بورد آردوینو مگایی که دارم یه دونه برنامه اگزمپل ساده برید. این برنامه اگزمپل رو میتونید از این سه نقطه بالایی، یعنی محیط برنامه کلا سیاه مشکیه، از این سه نقطه اینور توی اون بالای اسکچ پایینش بیاد اگزمپلز نوشته اینجا. 01 تو اگزمپل ها بیسیکس، چیزایی که ساده و اولیه است. بیلینک رو باز بکنید، این نمونه برنامه رو بیاید پایین. یک کدیه، نمونه کدیه که نوشته شده برای اینکه چراغی که کنار این بورد هست و روش نوشته L یه ثانیه یه بار چشمک بزنه. خب من این برنامه رو میخوام بریزم روی بوردم. قبلش باید بوردم رو به گوشیم وصل بکنم. چیکار میکنم؟ برای اینکه بوردم به گوشیم وصل بکنم، اینکه بورد من خیلی مشخص با یه دونه بورد مگاست، یه دونه کابل دارم اینجا، این کابله. خب این کابل مشخص دیگه، یه سرش وصل میشه بورد آردوینو من، یه سرش وصل شده بورد آردوینو من، یه سر دیگه‌اش که قراره بره به کامپیوتر میره به این OTG. حالا برای من چون گوشیم شیائومیه و پوکو M3 OTG من مدلش تایپ Cه. حالا اونایی که مثلا اندروید قدیمیه یا سامسونگ حالا ممکنه این فرق کنه. ولی OTG رو میگیریم که به USB بخوره، گوشیمون وصل بشه USB. حالا از موبایل فروش رو بپرسید بهتون میگن این موضوع رو. اون سمتش هم وصل کنم به کابل آردوینو، اینجوری وصله. و از سمت دیگه آردوینو من وصل میشه به در حقیقت گوشیم از طریق کابل OTG و این بورد آردوینو من اصلا چراغش روشن میشه و اگه از همینجا بیاد یه چراغش داره چشمک میزنه از اینجا، چون قبلا یه برنامه ریختم. حالا میخوایم این برنامه رو بریزیم روی این بورد آردوینو مگامون. یک گزینه این بالا داره که علامت رعد و برقه. من اینو بزنم شروع میکنه به کامپایل کردن، یعنی کد ما بررسی میکنه از لحاظ نوشتاری که ببینه آیا درسته یا غلط. یک گزینه هم که روش داره علامت دانلود، علامت فلش به روی پایینه. این اگه من بزنم اول کامپایل میکنه، آپلود میکنه، بعدش یه پیام میاد میگه یا قبول میکنید که از این حالت USB سریال برای ریختن نرم افزار اوکی بشه، قبول میکنید؟ میگم اوکی، بریز. آپلودینگ استارت رو میزنم و میزنم آپلودینگ ارور. شاید دفعات اول
یا اون دفعه اول که خواستید برنامه بریزیم روی این بورد انجام نشه و حالا ارور بده. من اینجا یه اومدم بیرون رفتم داخل دوباره درست شد. وقتی رفتید داخل حالا من اینجا میرم تو این 3 نقطه بخش اسکچ دلت رو میذارم چون این کلا دلت بشه این چیزی که اومده. میرم دوباره توی 3 نقطه تو بخش اسکچ اگزمپلز بیسیکس و بلینک. این برنامه بلینکی ما میخوایم بریزیم تا این LED چشمک بزنه. اول با این خطی که خط رعد و برق داره اینو کامپایل میکنیم. اول کامپایلش انجام شد، بعد این گزینه فلش روی پایین رو میزنیم، صبر بکنیم دانلود آپلود بشه. آپلود میشه، انجام هم میشه اتفاقا و برای من داره کار میکنه. اینجا مشخصه که داره LED روشن خاموش میشه. حالا یه ارور میده، اونو اوکی بزنید به. برای اینکه یه مقدار سرعت چشمک زدن این بورد بیشتر به شما بفهمیم که برنامه رو قشنگ آپلود کردیم، اینجا دقت کنید یه عددی هست، عدد 1000 دیلی 1000 رو میکنمش چند 100 برای هر دو تا. یه بار دیگه برنامه رو آپلود میکنم. اول کامپایلش میکنم yes. حالا میگه سیو کنه برنامه رو که نمیخوام حالا سیوش کنیم. من میگم نو، مثلا نمیخوام سیوش کنم. This case modify save before no. خب آپلود میکنم. آپلودش یه بارم برو ریست بکنید. تغییر نکرد این دفعه که من چیز کردم. یه بار دیگه انجام میدم نکنید، یعنی یه ذره بگیر نگیر داشت. اینم بگم برای تنظیمات بوردتون بیاید توی این 3 نقطه برید توی بخش settings board type آردینوتون رو مثل من مگا 2560 اور مگا ایدیکا انتخاب کنید. من پروگرامر یا مبدل USB سریالی که روی بورد آردینو مگام هستش CH340 شاید بهتر باشه از این دو که دارم انتخاب میکنم این گزینه بالش انتخاب کنم. مگا 2560 CH340 G دقیقا همین این انتخاب کنم. بگردید اونجا بهترین گزینه رو بزنید. یه بار دیگه آپلود میکنم. نتیجه نگرفتم. یه بار من نرم افزار رو میبندم دوباره باز میکنم. بریم توی نرم افزار دوباره. یه بار دیگه توی اسکچ همون برنامه بلینک رو میارم. کامپایل. البته من خواستم 100 میلی ثانیه باشه. یه بار دیگه کامپایل. حالا مثلا میگم یه جایی اینو ذخیرش بکنه. فایل اسمم باید براش بذارم. میزنم بلینک 2 مثلا. یه بار دیگه ارورم داد ولی خب آپلود میکنم. دوباره از این ارورات داد ولی این دفعه چون نرم افزار رو باز بسته کردم دقت کنید چشمکش سریعتر شد. یعنی یه مقدار که با موبایل هستن با نرم افزار بخوام کار کنن یه مقدار خیلی سختشون. من مثلا از گوشیشون برن بیرون دوباره بیان داخل تا بتونن کد گیم بخونه آپلود بکنن. شاید یه کلیک داره که حالا ما اینجا رعایت نکردیم ولی برای من این شکلی بود. یعنی زیاد یه بار میزنم آپلود نمیشد. بازم حالا فعلا کارتون راه میندازه. امیدوارم با این بوره بتونید کار بکنید. فعلا با این نرم افزار بازم اگه روشی بهتری پیدا کردم بهتون میگم کار میکنه، یعنی آپلود میشه. ولی خب روش بهتر بود که بهتر نرم افزار کار کنه بهتون میگم. یه نرم افزاری هم داشت که بیلد آردوینو بود، مثلا نرم افزار زردی بود که این کار قشنگ انجام داد. حالا این نرم افزار جدیدن داریم ازش استفاده میکنیم ولی اون نرم افزار بهتر بود که الان توسط گوگل پلی ما دیگه نمیتونید دانلود بکنیم، از دسترس ما ایرانی‌ها خارج. شاید اگه اون بیاد با اون بتون آموزش بدم اون خیلی بهتره. حالا فعلا که اون نیومده.
ولی فعلا با این کار بکنید و بازم اگه تونستی راه پیدا کنید که حالا این مشکل پیش نیاد، این ارور نیاد، فکر کنم این ارورش باید فیلتر شکن باشه. حالا شاید فیلتر شکن بزنید، چند بار از نفس بیاد بیرون، دوره بیاد، این موضوع برطرف بشه. امیدوارم به درتون خورده باشه، مخصوصا اون عزیزی که میخواست به من پیام داد که این آموزش رو میخواد استفاده بکنه و گفتش که حالا انجام نمیشه. ایشالا با این موضوع با این آموزش این موضوع برطرف شده باشه. ممنونم تا اینجا نگاه کردین. خدا نگهدار.